3 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه خاولنگ به فعالیت کارگاه کارکرد و بندوبست عسل آغاز رسمی بخشیدند. سمت اساسی فعالیت کارگاه نو به استحصال جمع‌آوری عسل طبیعی کوهی از سرنویه‌های منطقه کولاب، کارکرد و بندوبست عسل از لحاظ اکولوژی تازه و صادرات آن به خارج کشور نگرانیده شده است. کارگاه در اساس هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان به افتخار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و تطبیق هدف 4 ملی صنعت کنونی با سرعت کشور از جانب راهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود آب خاولنگ فیضعلی رستم بنیاد گردیده است. با مورد استفاده قرار گرفتن این کارگاه 20 نفر ساکن محله که اکثرشان دختران و زنان خانشین میباشند با جای کار دائمی و معاش خوب تامین شدند. عسل طبیعی برای کارکرد و بندوبست به کارگاه از زنبورهای جمعیت و زنبورپروران منطقه دسترس کرده می شود. کارگاه معاصر امکان دارد که در یک شبانه روز 6 و در یک ماه 180 تن عسل طبیعی را کار کرد و با صفت بلند بندوبست نماید. خط استحصالی کارگاه از گرم کردن عسل از 3 تا 35 درجه آغاز گردیده، از تازه کردن آن از موم و دیگر آلودگی ها تا بندوبست محصولات تازه در ظرف‌های علاهیده توسط دستگاه‌های معاصر در 8 مرحله مورد کارکرد قرار می گیرد. همزمان توسط دستگاه‌های کارگاه روند خشککنی عسل و پاستوریزاسیون آن عملی گردیده شخشوی عسل از بین برده می شود که آن با صفت بلند بندوبست می شود. عسل کارگاه طبیعی کوهی بوده از 5 نمود از جمله ماه می تابستانه، عسل با موم با بادام و چهارمغز خاولنگ و عسل مخصوص طبابتی عبارت می باشد. محصولات کارکرد شده کارگاه در ظرف‌های شیشگی و چوبین از درخت شاهبلود از 250 گرمه تا 55 کیلوگرمه بندوبست و به بازار داخلی و خارج کشور پیشنهاد کرده می شود. برجامه‌ها برای بندوبست محصولات از کارخانه‌های وطنی خریداری می گردد. عسل با موم استحصال شده کارگاه در بازار استعمالی داخل و خارج کشور طلبگاران زیاد داشته خصوصیت شفابخشی آن برای مهلت طولانی کفالت داده می شود. محصولات کارخانه برابر صادرات برای طربخانه ها، قهوه خانه ها و مرکزهای طبابتی مملکت پیشنهاد می گردد. مسئولان کارگاه در صورت زیاد گردیدن حجم صادرات نقشه دارند که استحصال ظرفهای چوبین از شاهبلوت گوناگون را هم براه مانند و جایهای نوی کاری تأسیس دهند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اثنای شناسایی با روند کارکرد و بندوبست عسل در این کارگاه با در نظر داشت امکانیت‌های فراخ ناحیه خاولنگ در سمت افزون نمودن اقتدار استحصالی بنیاد کارگاه و کارخانه‌های نو استحصالی و با این راه تأسیس جایهای نوی کاری برای ساکنان و مسئولان دستور و سپارش‌های مشخص دادند. بعد افتتاح کارگاه نو و شناسایی با روند کارکرد و بندوبست عسل در شکل معاصر، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در همین جا از نمایش محصولات استحصالی آن، دستاوردهای ساحه کشاورزی، خواجگی جنگل و صنعتچیان ناحیه خاولنگ بازدید کردند. در نمایش نمودهای گوناگون عسل استحصالی کارگاه نو تأسیس در 14 نوع ظرفهای شیشگی و چوبین از درخت شاهبلود، محصولات ساحه کشاورزی از جمله میوه و سبزیجات، پالایزی‌ها، نوعهای گوناگون کارتاشکا، غله‌دانگی‌ها و محصولات کارگاه و کارخانه‌های صنعتی ناحیه به معرض گذاشته شد. جمعیت دارای مسئولیت محدود آب خاولنگ فعلا در اختیار خود 400 آیله زنبور عسل دارد و با مورد بهره برداری قرار گرفتن کارگاه معاصر کارکرد و بندوبست عسل مسئولان نقشه دارند که آیله های زنبور را به 1000 عدد رسانند. اقدام راهبریت کارخانه امکان می‌دهد که برابر قانع نمودن طلبات اهالی مملکت با عسل طبیعی و از لحاظ اکولوژی تازه و طبابتی در سمت تقویت اقتدار صادراتی مملکت مساعدت نماید. در ناحیه خاولنگ در مجموع 4190 آیله زنبور عسل پرورش کرده می شود و همه ساله زنبور پروران 60 تن عسل تازه طبیعی جمع آوری می کنند. اثنای شناسایی سرور دولت با دستاوردهای باغ پروران و کشاورزان ناحیه خاولنگ اطلاع داده شد که میدان عمومی باغ‌ها در سالهای صاحب استقلالی در ناحیه به 3192 گکتار رسانیده شده است و 1663 گکتار آن میوه دهنده می باشد. در ناحیه در دایره تطبیق برنامه دولتی رشد ساحه باغ و تاک پروری برای سالهای 2016-2020 باغ‌های نو بنیاد گردیده میدان باغ‌های اینتنسیوی به 6 گکتار برابر گردیده است. در ناحیه سال روان 77 گکتار باغ نو بنیاد کرده شده
6020 تن میوه جمع آوری گردیده است و این نشانداد تا آخر سال بیشتر کرده می شود. در ناحیه خاولینگ میدان عمومی زمین های کشت 7993 هکتار را در بر گرفته. سال روان در همه شکل های خواجگی داری 5863 هکتار غله‌دانگی از جمله 5547 هکتار گندم، 216 هکتار لوبیاگی ها، 286 هکتار کارتوشکا، 346 هکتار سبزوات و 43 هکتار پالیزی ها کشت کرده شده است. ضمن بازدید پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از گوشه نمایش دستاوردهای صنعتیان اطلاع داده شد که شماره کارگاه و کارخانه‌های صنعتی به 10 عدد رسیده است. حجم استحصال محصولات صنعتی در 9 ماه سال روان بیش از 124 میلیون سومانی را تشکیل داده است. در ناحیه با مقصد تطبیق هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور، بنیاد کارگاه و کارخانه‌های نو با سرعت ادامه داشته در این سمت اقتدارهای نو به کار انداخته می شود. در یک گوشه دیگر نمایشگاه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تکنیکا و دیگر قسمت‌های احتیاطی ساحه کشاورزی از جمله 100 تراکتور و 50 قسم احتیاطی ساحه کشاورزی معرفی کرده شد. بنا به معلومات فعلا در همه شکل‌های خواجگیداری ناحیه خاولینگ 237 تراکتور موجود بوده. همه ساله در موسم کشت و کار از آنها ثمرناک استفاده می‌گردد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با دستاوردهای خواجگیداران و کشاورزان و صنعتیان به مسئولان با در نظر داشته اوضاع کنونی جامعه جهان جهت استفاده باز هم مقصدناک از امکانات فراخ ناحیه خاولینگ در سمت رشد ساحه کشاورزی، تأسیس کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی، افزایش حجم استحصال محصولات غذایی، تأسیس جایهای نوی کاری و بالا برداشتن اقتدار صادراتی مملکت دستور و سفارش‌های مشخص دادند.